اگه بهت بگم دنیایی که میبینی اون چیزی نیست که فکر میکنی، اگه بگم هر چیزی که دور و برت هست فقط و فقط بازتاب چیزی که در درون خودت وجود داره، تو مدت هاست که تلاش میکنی زندگیت رو عوض کنی، دنبال موفقیت، خوشبختی و عشق میدوی، اما انگار همیشه از دست در میرم. چرا؟ چون واقعیت با کارهای تو شکل نمیگیره. واقعیت با کسی که هستی شکل میگیره. آینه زندگی خود تو رو بهت نشون میده. افکارت، باورهات، هویتت. و تا وقتی دنیای درونت رو زیر و رو نکنی، هیچی اون بیرون تغییر نمیکنه. امروز قراره با هم از راز اصل آینه پرده برداریم و وقتی درکش کنی دیگه محال زندگی رو مثل قبل ببینی. قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً برای حمایت از ما و ادامه این مسیر آگاهی ویدیو رو لایک و کانال خودتون یعنی بیدارگر رو سابسکرایب کنید. فصل اول، بازتاب دنیای درون. تا حالا دقت کردی چطور بعضی اتفاقا هی تو زندگی تکرار میشن؟ انگار همیشه یه مدل آدم خاص رو جذب میکنی. همیشه درگیر یه مدل مشکل مالی هستی. همیشه شکست‌های مشابهی میخوری. شاید با خودت بگی این بدشانسیه یا خب زندگی همینه دیگه. اما اگه بهت بگم اینطور نیست، اگه بگم این ناخودآگاه توئه که بدون اینکه بفهمی داره تمام این الگوها رو توی واقعیتت خلق میکنه، این همون اصل آینه است و فهمیدنش میتونه همه چیز رو عوض کنه. اصل آینه میگه دنیای بیرون تو چیزی نیست جز بازتابی از دنیای درونت. اگه میخوای دنیای اطرافت رو تغییر بدی، اول باید خودت رو تغییر بدی. این ماجرا فراتر از مثبت اندیشی یا تجسم سازیه. این یعنی باید نگاهت به خودت و به دنیا رو از ریشه عوض کنی. بذار یه مثال بزنم. فرض کن میخوای میلیونر بشی. بیشتر آدما فکر میکنن باید سخت‌تر کار کنن، یه فرصت بهتر گیر بیارن یا راه و روششون رو عوض کنن. اما حقیقت اینه که هیچ کدوم از اینا جواب نمیده مگه اینکه اول توی ذهنت و در هویتت یه میلیونر باشی. اگه ته دلت باور داشته باشی که عرضه پول درآوردن رو نداری، که به اندازه کافی باهوش نیستی یا اینکه ثروت مال تو نیست، آینه واقعیت دقیقاً همین باور رو بهت برمیگردونه. اون وقت با فرصت‌های از دست رفته، تصمیم‌های مالی غلط و شکست‌های پشت سر هم روبرو میشی. نه چون بدشانسی، بلکه چون هویت درونی تو برای شکست کوک شده. دنیای بیرون همیشه آینه حال درونی توه. مشکل اینجاست که اکثر آدما سعی میکنن خود آینه رو دستکاری کنن. فکر میکنن اگه شغلشون رو عوض کنن، یه رابطه جدید شروع کنن یا یه بیزنس تازه راه بندازن، بالاخره اوضاع فرق میکنه. اما نمیکنه، چون تصویر توی آینه فقط وقتی عوض میشه که اصل تصویر عوض بشه. اینجوری فکر کن، اگه تو آینه نگاه کنی و از چیزی که میبینی خوشت نیاد، که سعی نمی‌کنی با دستمال کشیدن به شیشه یا عوض کردن نور تصویر رو درست کنی. اول خودت رو تغییر میدی. واقعیت هم هیچ فرقی نداره. کلید ماجرا اینه که دست از درست کردن دنیای بیرون برداری و تمام تمرکزت رو بذاری روی متحول کردن دنیای درونت. این باورای توئه، هویت توئه و حال احساسی توئه که تصویر توی آینه رو میسازه. و وقتی این رو بفهمی، میبینی که قدرت خلق هر واقعیتی که بخوای توی دست خودته. فصل دوم، شکل دادن به تصویری که از خودت ساطع میکنی. حالا که فهمیدی واقعیت یه آینه است، سوال اینه چطور تصویری که میتابونی رو تغییر بدی؟ همه چیز از هویتت شروع میشه. ببین، هویت تو سنگ بنای واقعیت توه. اگه خودت رو آدمی ببینی که دائم در حال جنگیدنه، آدمی که به اندازه کافی خوب نیست یا آدمی که هیچ وقت جلو نمیفته، واقعیت هم همین رو بهت نشون میده. بیا عمیق‌تر شیم. فرض کن تو همیشه مشکل مالی داشتی. روی کاغذ شاید بگی میخوام پولدار شم.
شاید حتی هدف مالی بذاری و موفقیت رو تجسم کنی. اما اگه ته دلت هویتت هنوز هویتی یه آدم بیپوله، واقعیت هم همین باوری ریشه‌ای رو بازتاب میده. ذهن ناخودآگاهت کاری میکنه که فرصت‌ها رو از دست بدی. از نگه داشتن پول معذب میشی و حتی شرایطی رو جذب میکنی که پولت رو از چنگ در بیارن. چون ناخودآگاهت همیشه تلاش میکنه دنیای بیرونت با هویت درونی جو در بیاد. خب راه حل چیه؟ باید هویتت رو از نو بسازی. باید خودت رو کسی ببینی که همین الانش هم موفقه. همین الانش هم غرق در نعمته. همین الانش هم داره رشد میکنه. با جملات تأکیدی شروع کن. جملات قدرتمندی در مورد اینکه چی هستی و دنیا رو چطور میبینی بساز. مثلا من آهنربای ثروت و فراوانیم. کائنات همیشه هوای منو داره. من لایق بهترین ها هستم. پول آسون و روون به زندگیم سرازیر میشه. اما فقط تکرار کردن کافی نیست. باید با تمام وجود باورشون کنی و باور با تکرار و گره خوردن با احساست ساخته میشه. خودت رو تصور کن که همین الان توی اون زندگی رویایی هستی. توی ذهنت ببینش و اون احساسات ناب موفقیت رو حس کن. چه حسی داره صبح توی خونه دلخواهت بیدار شی؟ حس رهایی و امنیت مالی چطوره؟ داشتن روابط عمیق و واقعی چه طعمی داره؟ وقتی این انرژی رو از خودت ساطع کنی، وقتی حالت احساسیت با اون واقعیتی که میخوای یکی بشه، آینه زندگی چاره‌ای نداره جز اینکه همون رو بهت بازتاب بده. کلید اصلی اینجا ثبات قدم داشتنه. باید به اون هویت جدید بچسبی، حتی وقتی دنیای بیرون هنوز به گردت هم نرسیده. و این ما رو میرسونه به نکته حیاتی بعدی. فصل سوم، حفظ کردن تصویر وقتی دنیا مقاومت میکنه. یکی از بزرگترین چالش‌های اصل آینه فاصله زمانی بین تغییر دنیای درون و دیدن نتیجه در دنیای بیرونه. بین دنیای درون و بیرون همیشه یه تأخیر زمانی هست. تو میتونی در یک آن یه تصویر جدید تو ذهنت بسازی، اما زمان میبره تا دنیای فیزیکی خودش رو باهاش هماهنگ کنه. برای همینه که خیلیا قبل از دیدن نتیجه بیخیال میشن. یه هویت جدید میسازن، موفقیت رو تجسم میکنن، اما وقتی میبینن فوراً خبری نشد، دوباره برمیگردن به عادتهای قدیمی. مثل کاشتن یه دونه است. بهش آب میدی، مراقبشی، اما چند روز یا حتی چند هفته هیچی روی خاک نمیبینی. اگه چون زود جوونه نزده آب دادنش رو قطع کنی، اون دونه هیچ وقت سبز نمیشه. هویت تو هم همینه. وقتی یه هویت جدید ساختی و شروع کردی یه تصویر جدید از خودت نشون بدی، باید بهش وفادار بمونی. حتی وقتی واقعیت هنوز تغییر نکرده. مثلا شروع کردی به خودت بگی که ثروتمندی، اما هنوز جیبت خالیه. آینه واقعیت برای مدتی هویت قبلی تو رو نشون میده. اما اگه تو روی باور جدیدت ثابت قدم بمونی، آینه بالاخره مجبور میشه خودش رو با توی جدید هماهنگ کنه. بیشتر آدما اینجا کم میارن. به آینه نگاه میکنن، تغییری نمیبینن و میگن اینا همش حرف. اما کلید اینه که اونقدر به هویت جدیدت پایبند بمونی تا واقعیت بهت برسه. اینجاست که پای ایمان به میون میاد. ایمان امید الکی نیست. ایمان یعنی این اطمینان قلبی که وقتی تو واقعا از درون عوض بشی، دنیای بیرون هم چاره‌ای جز عوض شدن نداره. و وقتی آینه شروع کرد نشونه‌های کوچیک تغییر رو برات نشون بده، جشن بگیرشون. اونها رو ببین و بگو آها دیدی داره کار میکنه. این ثبات قدم یه نیروی محرکه ایجاد میکنه. و وقتی این نیرو راه بیفته، دیگه هیچ چیز جلودار تحول تو نیست. فصل چهارم، رها شدن از بازتاب. اینجا میرسیم به مرحله استادی. دیگه نذار تصویر توی آینه حال تو رو تعیین کنه. اگه فقط وقتی موفقیت میبینی حس خوبی داری و با دیدن شکست ناامید میشی، تا همیشه بازیچه یه دست آینه باقی میمونی. باید خودت رو از نتیجه رها کنی. تمرکزت روی تغییر درونی باشه، نه اتفاقات بیرونی. وقتی دیگه به چیزی که آینه نشون میده واکنش احساسی نشون ندی، قدرتت رو پس میگیری. دیگه شرایط کنترلت نمیکنن. این تویی که شرایط رو کنترل میکنی. ترفند اینه.
رها بودن به معنی بیخیالی نیست. یعنی دیگه اجازه ندی تصویر توی آینه حال درونی تو رو تعریف کنه. اگه داری برای ثروت تلاش میکنی و یه مشکل مالی پیش میاد، به جای اینکه توی ترس و شک غرق بشی، فقط بهش به عنوان بازتاب موقتی گذشته نگاه میکنی و بعد به تابوندن تصویر موفقیت ادامه میدی. این رهایی بهت قدرت میده که تصویر جدید رو حفظ کنی، حتی وقتی واقعیت داره به چالش میکشادش. و درست همینجاست که آینه با سرعت شروع به تغییر میکنه. فصل 5: شکستن چرخه معیوب. خیلی از آدما توی یه چرخه معیوب گیر کردن که نمیذاره از الگوهای قدیمی بیرون بیان. این چرخه اینطوریه: 1. تو به واقعیت الانت نگاه میکنی، مثلا بیپولی، رابطه بد یا کار ناموفق. بعد این مشکلات رو به عنوان بخشی از هویتت قبول میکنی. 2. بر اساس اونچه دیدی یه تصویر درونی از خودت میسازی. با خودت میگی من آدم به درد نخوریم یا من هیچ وقت موفق نمیشم. 3. دنیای بیرونت همون تصویر درونی رو بهت بازتاب میده و این چرخه هی تکرار میشه و تو رو در همون الگوهای منفی زندانی میکنه. اما قدرت تو در شکستن این چرخ است. باید این بازی رو برعکس کنی. یعنی قبل از اینکه به دنیای بیرون نگاه کنی، تصویر درونت رو بسازی. قدم اول تصویر درونی رو بساز. به جای تمرکز روی محدودیت‌های امروزت، به آدمی فکر کن که می‌خوای بشی. اگه مشکل مالی داری، روی هویت یه آدم ثروتمند و موفق تمرکز کن. از خودت بپرس من دارم کی میشم؟ خود آینده من چه شکلیه؟ اون آدم چطوری فکر میکنه و چطوری رفتار میکنه؟ قدم دوم، با اون هویت زندگی کن. وقتی خود آیندت رو تعریف کردی، شروع کن مثل اون آدم زندگی کنی. مثل اون فکر کن، احساس کن و رفتار کن. این کار به تمرکز و تلاش مداوم نیاز داره، حتی اگه دنیای بیرون هنوز عوض نشده. یاد داره واقعیت برای تغییر زمان میخواد، پس تو به اون تصویری که ساختی وفادار بمون. قدم سوم، اجازه بده آینه تصویر جدید و بازتاب بده. اعتماد کن که آینه بالاخره تصویر جدید تو رو نشون میده. اولش شاید همه چیز مثل قبل باشه، اما هر چقدر که با هویت جدیدت زندگی کنی، کم کم تغییرات کوچیکی تو زندگیت جوونه میزنن. این تغییرات اولش نامحسوسن، اما به مرور بزرگ و بزرگتر میشن و تو نتایجی که دنبالش بودی رو میبینی. حرف آخر، قدم گذاشتن به دنیای جدیدت. اصل آینه به ما یادآوری میکنه که دنیا بازتاب درون ماست. برای تغییر دنیای بیرونیت، اول باید دنیای درونی تو زیر و رو کنی. دست از تمرکز روی اتفاقات بیرون بردار و شروع کن به هماهنگ شدن با کسی که میخوای باشی. خود ایدئالت رو تعریف کن، جوری رفتار کن که انگار همین الان همون آدم هستی و ایمان داشته باش که واقعیت به دنبالت میاد. آینه همیشه در حال بازتاب کسی است که تو هستی. پس برای ساختن یک واقعیت جدید با یک تصویر درونی جدید شروع کن. ممنون که همراه ما بودید. اگه این حرفا به دلتون نشست، حتما برای ادامه این مسیر ویدیو رو لایک، کامنت و کانال بیدارگر رو سابسکرایب کنید. در کامنت ها برامون بنویسید اولین تغییری که برای متحول کردن واقعیتتون ایجاد میکنید چیه؟ یادت باشه قدرت تغییر زندگیت توی دستای خودته.